به نظرتون چقدر زمان لازم داریم تا بتونیم یه چنل یوتیوب بسازیم، مانیتایزش کنیم و $1000 ازش پول در بیاریم؟ فقط اینو باید قبلش بگم که سلام، اسم من محمده. من یه چنل یوتیوب دارم که توش محتوای گیمینگ و ماینکرافتی قرار میدم. اما یه روزی که واسه خودم دم داده بودم، به این فکر افتادم که من چقدر زمان لازم دارم تا بتونم یه چنل یوتیوب جدید با این موضوع جدید بزنم، مانیتایزش کنم و ازش $1000 پول در بیارم و توی این مسیر پرپیچ و خم یوتیوب بتونم که از تجربیات قبلی که کسب کردم هم استفاده کنم تا سریعتر این چنل رو با هم دیگه مانیتایزش کنیم. اما خب شرایط کسب درآمد یا هم مانیتایز شدن از یوتیوب چیه؟ اولا شما باید 1000 تا سابسکرایبر یا هم فالوور داشته باشید و 4000 ساعت هم واچ تایم. 4000 ساعت واچ تایم یعنی اینکه ویدیوی شما 4000 ساعت تماشا بشه. برای مثال اگر شما یک ویدیو 1 ساعته منتشر کنید و اگر 4000 نفر اون رو تماشا کنن، شما به 4000 ساعت واچ تایمتون رسیدید که بخش سخت این قضیه برای خیلیا دقیقاً همون مورد دومه. اما خب یه راه دومی هم برای کسب درآمد و رسیدن به شرایط درآمدزایی وجود داره. اونم اینه که از ویدیوهای کوتاه استفاده کنید. اگر شما بتونید 10 میلیون بازدید رو توی 90 روز کسب کنید و 1000 تا هم سابسکرایبر بگیرید، میتونید چنل خودتون رو مانیتایز کنید. شاید اولش خیلی سخت به نظر بیاد، اما بهتون قول میدم که در خیلی از اوقات به 10 میلیون بازدید از ویدیوهای شورت رسیدن به مراتب راحت‌تر از گرفتن اون 4000 ساعت واچ تایمه. اما نگران نباشید، ما همدیگه رو داریم. توی این چالش قراره که قدم به قدم با همدیگه پیش بریم تا ببینیم که برای موفق شدن توی یوتیوب چه کارهایی باید انجام بدیم و چه کارهایی نباید بکنیم. توی این چنل علاوه بر این که قراره این مسیر رو من به صورت مستندگونه بسازم و هر تجربه‌ای که کسب کنیم رو هم به قالب ویدیو در بیارم و منتشرش کنم، قرار راجع به هر چیزی که ذهنمون رو مشغول میکنه هم صحبت کنیم، مثل کار، درس، پول، بحران‌های روانی و هر موضوع دیگه‌ای که حس کنیم نیاز راجبش با هم دیگه صحبت کنیم. پس ممنون میشم اگر میخواید من رو تو این مسیر همراهی کنید. این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا قسمت‌های بعدی این چالش رو از دست ندید و تا ویدیوهای بعدی. فعلا. آها راستی، به ویدیوی قبلی چنل هم یه سر بزنید. دمتون گرم.